خب عزیز دلم، ادعایی که من کردم منبع میارم برایت و این منبع رو به دوستانم نشان میدیم، به خودتم به خصوص نشان میدم. کتاب مغازی تاریخ جنگ های پیامبر صاد صلی الله علیه و سلم به تألیف محمد ابن عمر واقدی. میریم به ذکر کشته شدن دختر مروان بزرگوار. اینجا آمده این ذکر کشته شدن ابی افک است. ای بابای تلفن چسبیه دیگه بمون. اینجا آمده عزیز دل من در صفحه، اجازه یک لحظه من صفحه قبلیش ببینم، صفحه 125 صفحه 126. در صفحه 126 کتاب تاریخ مغازی ذکر کشته شدن اسما دختر مروان آمده که برای ما تشریح کردید. کامرا این دیگه چرا جل میکنه؟ اینا بریم بخونیم با هم. خیره دیده میشه برای خودم مشکل داره. ذکر کشته شدن اسما دختر مروان. عبدالله ابن حارث راوی از پدر خود برایم روایت کرد که اسما دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید ابن حسن ختمی بود، پیامبر را آزار میداد. چگونه آزار میداد در امتداد گفته و از اسلام ایراد میگرفت. میامد ایراد میگرفت. ایراد گرفتن یعنی نقد میکرد، مشکل میگفت اسلام در خود داره مشکلاتی را و مردم را علی پیامبر چی میکرد؟ تحریض میکرد. وی این اشعار را گفت. این شعرش هم اینجا آمده. توهین به پدرجان، به مادرجان، به قبیله، به نیکی پیامبر نشده، فقط قبایل خود را مثال زده. گفته فردی آمد شما را از هم جدا کرد. پس از کشته شدن سران قوم هنوز به او امید دارید. یعنی بزرگان بازی زنی شعر را گفت که آمد پیرمرد 120 ساله تان را این مرد به نام محمد کشت. حالا شما چگونه در برابر از این آمدین به این سرخم میکنین؟ یک زن با وقاری بوده در قوم خودش. عمیر ابن عدی ابن خرشه ابن امید ختمی چون این گفتار او را شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید، گفت پروردگارا نذر میکنم که اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسما را به قتل برسانم. رسول خدا در آن هنگام در بدر بود. چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسما رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند، چیزی را که من برات گفتم حفظ، و یکی از آنها شیرخوار و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر میداد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسما نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. آنگاه نماز صبح را با پیامبر گزارد. چون پیامبر از مسجد بیرون آمد با عمیر نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آره، پدر و مادرم فدایت گردند. عمیر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد. این بود که پرسید آیا گناهی بر من است؟ پیامبر فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز هم شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. خب این چی است عزیز من؟ پس